سلام خانم غلامی، صدای منو داری؟ سلام مهندس، بله صدای شما هست. صدا خوبه؟ بله اینو نداره؟ عالیه. نه برای من که خوبه. بسیار عالی. خب پس هر موقع شما بگید ما شروع بکنیم دیگه. بسیار خوب. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ضمن عرض خیر مقدم دارم خدمت اساتید محترم و دوستان گرامی که در جلسه حاضر هستند. من کوثر غلامی هستم و بسیار سپاسگزار و خرسندیم که در این جلسه در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در فراکسیون معماری منظر یک سری سلسله وبینارهای تخصصی رو با حضور اساتید مجرب در نظر گرفتیم که امروز در این نشست با عنوان برنامه‌ریزی راهبردی منظر، نگرش سیستمی و طراحی در خدمت جناب آقای مهندس احمد صابری، معمار منظر، برنامه‌ریز راهبردی و ارشد معماری منظر دانشگاه تهران هستیم. این برنامه با همکاری فراکسیون معماری منظر و گروه معماری و معماری منظر روال برگزار میشه و دوستان عزیز در انتهای صحبت‌های جناب مهندس میتونید پرسشاتون رو ازشون مطرح بفرمایید و امیدوارم که این جلسه برای شما مفید واقع بشه. آقای صابری در خدمت شما هستیم. سلامت باشه. اگه فقط یه بار به من دسترسی اسکرین رو بدید ممنون میشم. شما رفت برم. الان براتون اومد؟ بله. الان میبینید صفحه ارائه رو؟ بله تصویر شما برمون بسیار. خب اگه که من فقط به اشتراک بذارم، فقط هر موقع که اگه قطع شد یا چیزی رو تا من بگید قبل شما. حتما اسکرین صفحه چیزو نداره اسکایپ. من اگه بخوام یه مقدمه خیلی کوتاه بگم و بعد یه ارائه، حالا بازم اونم سعی می‌کنیم کوتاه باشه. خیلی هم من قصدم این نبود که این ارائه بره به سمتی که خیلی بخواد آکادمیک باشه یا اینکه مثلا مختص فقط بچهای منظر بشه یا توی فضای خیلی خاصی فهم بشه. یه چیزیه، یه طرح بحثیه که بیشتر مد نظرم این بود که یه دغدغه ایده‌ای رو با بچه‌هایی که توی این حوزه دارن کار میکنن به اشتراک بذاریم، تو حوزه منظر، معماری، طراحی شهری، تو حوزه‌های اصلا کلاً مسائل طراحی‌ها که مواجهه با یه موضوعی توی بستری، با یه مجاورت‌هایی، با یه محیط‌هایی و یه شکل فکر کردن در واقع، شکل مواجهه با موضوعه. اگه من بخوام بگم چرا اصلا مسئله برنامه‌ریزی راهبردی منظر انتخاب شد، دو تا دلیل خیلی اساسی داره. یکی این که ببینید ما عموماً وقتی میخوام یه پروژه رو شروع بکنیم، یعنی پروژه برفرض طراحیه، پروژه برفرض برنامه‌ریزیه، اصلا یه مطالعاته، یه چیز خیلی کوچیکه در هر مقیاسی، عموماً یه فکرایی پیش از شروع قضیه میکنیم با تیمی که داریم کار میکنیم، خودمون تنها، که چجوری مواجه بشیم با این مسئله. این موضوعیه که خیلی پراکنده معمولا آدما توی فضای کار به تناسب زمانی که دارن یا یادش میگیرن یا اینکه خودشون یهو می‌ریزن اصطلاحاً توی استخر، قسمت پرعمق استخر با موضوع میخوان مواجه بشن و یهو خودشون در مواجهه با مسئله قرار میدن. اما عموماً ذهن آدم از همون لحظه‌ای که اون موضوع مطرح میشه تا حد فاصلی که شروع میکنه خط کشیدن و بعد تموم میشه و بعد ادامه پیدا میکنه، اگه به ساخت برسه ادامهش میده، درگیر یه شکلی فکر کردنه، در واقع نحوه مواجهه ما با پروژه است. دوم از اون این که وقتی ما بحث مقیاس و موضوع منظر رو مطرح میکنیم ممکنه تو ذهن این باشه که خب اون همون حوزه تخصصی ماست، یه حوزه میان مقیاس میتونه باشه، خرد مقیاس میتونه باشه، کلان مقیاس میتونه باشه. منظر عموما دایره و گستردگیش خیلی وسیعه، خیلی چیزا رو در بر میگیره و میتونه هر موضوعی رو در واقع بیاد و کاور بکنه. بیشتر ما از این جنبه داریم وارد موضوع میشیم که خب تخصص دانشگاهی خیلی از بچه‌هایی که تو این جلسه هست یا آشنایی دارن با این حوزه بوده، ولی در واقع یک شیوه فکر کردن و نحوه مواجهه با پروژه رو میخوام راجع بهش صحبت بکنیم که توی معماری، طراحی شهری، حتی حوزه‌های مطالعات و برنامه‌ریزی هم در واقع کارکرد داره. اگه من بخوام بگم که در واقع چجوری وارد بحث بخوایم بشیم، من نمیخوام از زاویه علم برنامه‌ریزی شهری واردش بشم که خب یه سیر تطور خیلی مفصل و طولانی داره از شیوه‌ها یا پارادایم هایی که توی برنامه‌ریزی شهری رواج داشته و
متاسفانه تو ایران ما معمولا یه بچه‌شو میگیریم و ادامه میدیم. ولی اگه بخوام یه خلاصه‌ای بگم از اینکه چرا اصلا وارد این شکل از برنامه‌ریزی میشیم، به چه درد منظر میخوره و چه ربطش به نگرش سیستمی چیه، ما میدونیم که در واقع خب این نحوه مواجهه با پروژه داشتن یه حکم قانونی برای اینکه خب شهر رو میخوان طراحی کنن، فضاهای طبیعی تو شهر رو طراحی کنن، لبه‌هایی که شهر به طبیعت میرسه رو طراحی بکنن، توی شهرهای اروپایی خصوصا خیلی رواج داشته و بعدتر آمریکای شمالی. ولی میدونیم که تقریبا همون آشناییم کم و بیش از طریق تاریخ معماری، تاریخ شهرسازی، تاریخ منظر، که وقتی رویکردهای مدرنیستی اومدن اوایل قرن 20 یه تحول خیلی اساسی توی این حوزه مداخله کردن توی مقیاس منظر، شهر و حتی مقیاس معماری ایجاد شد. منطق زونبندی توی شکل برنامه‌ریزی، منطق طرح جامع، در واقع اینا همه منطقهایی بودن که از اون دوره شروع شدن توی و پارادایم‌ها بودن که شروع شدن از همون دوره و یه منطق خیلی محکمی رو می‌خواستن حکم بدن. کلیه برای تمام شهر برنامه‌ریزی داشتن، از کلیت تا جزئیات، از مقیاس کلان تا مقیاس خرد. بسیار در واقع قائل به این بودن که باید توی همه حوزه‌ها وارد بشه و حرف بزنه و همه چی رو بخش‌بندی بکنه. موضوعی که بعدتر توی توی دهه 1970 به خصوص تو انگلستان این مسئله شروع شد که وقتی توی مسئله علم برنامه‌ریزی به معنی کلانش موضوع نگرش سیستمی وارد شد، به معنی اینکه شما اجزای یک مجموعه‌ای که داره کار می‌کنه یا دارین براش برنامه‌ریزی می‌کنید رو به هم پیوسته بدونید، با هم در واقع ارتباطشون رو ترسیم کنید، بفهمید ارتباط‌های عمودی و افقی اینها رو. این نگرش سیستمی وارد حوزه برنامه‌ریزی هم شد، برنامه‌ریزی شهری، و بعدتر دهه 90 میلادی بحث برنامه‌ریزی راهبردی، بعدتر راهبردی ساختاری و همینطور تا حالا شیوه‌های هیبریدی و شکل‌های مختلفی از برنامه‌ریزی اجتماعی، برنامه‌ریزی مشارکتی. من اگه بخوام توی این اسلاید مثلا نشونتون بدم، پارادایم‌های خیلی مختلفی وارد شد. حالا این یه تعدادیش هست و هم در یه سطح نیست، فقط برای اینکه بدونیم چه منطقی رو طی کردن تا به اینجا رسیدن. و موضوع خیلی مهم اینه که توی این منطقی که طی شد تا به اینجا رسیدن، هیچ وقت اینجوری نبود که این مسابقه‌ای باشه. یعنی ما بعضا فکر می‌کنیم که یه مسابقه، یه منطقی که میاد قبلی رو میزنه کنار. نه، اتفاقا عموما تکاملی بوده این روندی که طی شده. ما تو ایران معمولا اینجوری نگاه نمی‌کنیم که ما تو ایران قبل از اصلا ورود منطق برنامه‌ریزی جامع، برنامه‌ریزی طرح جامع، اینجوری بودیم که خب با فرمان شهرهای ما اداره می‌شد. یعنی سلطان حاکم فرمانروا اراده می‌کرد جایی چیزی بسازه، می‌کرده. جناب مهندس، اسلاید اگر دارین اسلاید نمایش میدین، اسلایدی نمایش داده نمیشه. صفحه مرورگرتون رو ما داریم میبینیم. دوباره من دسترسی میدین؟ خب بله الان داریم. الان فول اسکرین دارین، درسته؟ خب پس من اگه اجازه بدین ادامه بدم. بله، من داشتم عرض می‌کردم که توی منطقه، یعنی حالا من از فقط 2 تا اسلاید رفتم جلو، خیلی پیش نرفتم. این داشتم راجع به صحبت می‌کردم که چه جوری شکل‌های مختلف علم برنامه‌ریزی شهری اومده جلو. خیلی هم کلی دارم میگم، گفتم من اصلا هدفم این نیست که از زاویه برنامه‌ریزی شهری به مسئله برسم. داشتم گفتم توی ایران عموما تا قبل از ورود منطق برنامه‌ریزی طرح جامع، منطق برنامه‌ریزی تابع یه شکلی از فرمان بوده، کجا مردم زندگی کنن، طبقات اجتماعی کجا برن، کجا بیان قرار بگیرن، مثلا بسازن مکان‌های عمومی رو، بناهای بلند مرتبه اصلی شهر کجاست. بعدتر که منطق طرح جامع وارد میشه و جواب میده برای چند سال، ما عادت داریم توی نظام فکری متأسفانه و نظام تصمیم گیریمون تو ایران که اگه یه شکلی از تصمیم گیری برنامه‌ریزی جواب میده، همون انقدر نگهش می‌داریم تا دیگه ناکارآمد بشه و بریم سراغ این که تو شرایط بحرانی تصمیم گیری بکنیم. در صورتی که این سیر تکامله، اون چیزی که توی اروپا، آمریکای شمالی و حتی آسیای شرقی بعضی از کشورها اتفاق افتاد، اینه که توجه می‌کردن به نقدهایی که وارد به شکل برنامه‌ریزی، شکل نظام فکری، همون نحوه مواجهه. اگه من بخوام که اصلا بگم که تفکر سیستمی و برنامه‌ریزی راهبردی چرا به درد معمار منظر میخوره، چرا به درد معمار میخوره، اساسا به این شکلی که ما توی همون نحوه مواجهه با پروژه عموما وقتی میخوایم طراحی رو شروع بکنیم، به مسئله مثل طراحی سایت
خیلی پیش دستی، یه چیز اجباری، یه چیز انگار مثلا گیر افتادیم از دوره دانشجو. احتمالاً خیلی از بچه‌ها تجربه اینو دارن. این شکلی بهش نگاه می‌کنیم، یعنی بیایم یه خورشید بکشیم، یه باد بکشیم، نهایتاً اگه زمین شیب‌دار بود شیبش رو در نظر بگیریم و بریم سریع به طرح برسیم. این مسئله‌ایه که وقتی که از نگاه نحوه مواجهه با پروژه، اون فکرایی که پیش از شروع پروژه باید باش درگیر باشیم نگاه بکنیم و بخوایم اون رو نظاممند بکنیم و از دریچه نگرش سیستمی بهش نگاه بکنیم، خیلی نقشش متفاوت میشه. ما باید بفهمیم که اون حوزه‌ای که داریم توش مداخله میکنیم اصلا کجاست، داریم چه شکلی با مسئله مواجه میشیم، توی اون نگرش سیستمی این زیر مجموعه چه چیزهای دیگه، چه لایه‌های افقی یا عمودی برای این مسئله اصلا وجود داره. یا توی بحث برنامه‌ریزی راهبردی وقتی می‌خوایم با این پروژه مواجه بشیم، آیا ما یه بار سنگین، یه برنامه بالادستی تو شهر داریم که به ما میگه تراکم چقدره، سطح اشغال چقدره، تا تک تک جزئیات طرح ما برامون حکم صادر کرده و دست ما رو بسته، یا اینکه با این طرح انعطاف‌پذیر شفاف طرفیم. این اونجاییه که در واقع بحث من شروع میشه با بچه‌هایی که توی حوزه معماری منظر، معماری طراحی شهری در واقع توی این حوزه‌ها هستن، که چرا برنامه‌ریزی راهبردی یه شکلی از مواجهه با مسئله است که شکلی که پاسخ میده، شکلی که اون مواجهه قبل از شروع به طراحی رو برای ما یه حد زیادی حل میکنه. بخشی از اون پاسخ یا اون طرحی که ما اصلا می‌خوایم ارائه بدیم در انتها توی همین مواجهه مشخص میشه. یه سخنرانی من دیدم از خانم اینگرید شرودر، استاد دانشگاه ای لندن هستن، یه بحث خیلی خوبی مطرح کرد، شاید مدخل خوبی باشه برای این بحث، که ما هم فکر می‌کنیم تو فضای معماری یک مسئله‌ای وجود داره و معمار منظر یا طراح شهری، کسایی که توی این حوزه فعالن، میان پاسخ میدن به این مسئله، در صورتی که بیشتر جنسش از جنس یک موضوعیه که به تناسب موقعیت و تناسب اون چیزی که وجود داره پیرامون این موضوع ما سعی می‌کنیم که در واقع به این تناسب، به این موضوع خودمون رو منطبق بکنیم، بیام یه پاسخ متناسبی رو فراهم بکنیم. جواب مسئله‌ای داده نمیشه تو این حوزه. این خیلی نکته مهمیه. اگه با این دید بهش نگاه بکنیم که ما داریم متناسب میکنیم، خودمون رو متناسب سازی میکنیم، چیزی متناسب با اون موضوع فراهم میکنیم، دیگه مسئله‌مون نیست که یک سوال و یک جواب قطعیه یا یک جواب محتمل وجود داره ما این دنبال اون بگردیم. خیلی توی این حوزه این به ما کمک میکنه. اساساً برنامه‌ریزی راهبردی توی ورودش به علم طراحی، توی ورودش به این حوزه‌ها به این دلیل اومد که احساس شد نظام‌های برنامه‌ریزی پیشینی که یه حدی شاید حتی اصلاح شده هم بودن در قالب تفکر احکام قاطع صادر کردن یا تفکر طرح جامع، احساس کردن که اونها در واقع خیلی سنگین هستن، خیلی قطعی هستن و دست و پای طراح رو می‌بندن، راجع به همه چیز صحبت می‌کنن. از دو تا موضوع غافل بودن، یکی اینکه یک مدیریت هنر تعیین اولویت هاست و دوم اینکه میشه طرح رو با یه منطقی غیر از به کار بردن ابزار و احکام پیش برد. اونم یه فهم منطق عاملیت یا ایجنته. شما وقتی راجع به مفهوم ایجنت یا عامل صحبت میکنید در واقع دارین یک واسطه ای رو برای انجام یک کاری در نظر میگیرید و به خود اون ایجنت یا عامل قدرت اکتیو بودن، قدرت عمل میدید. این خیلی فرق داره. شما یه ابزاری رو به عنوان واسط بردارید و اون ابزار باشه فقط، یعنی شما به واسطه اون دارید کار میکنید، اون خودش عملیاتی نداره. این باعث میشه خیلی بتونن سبکتر، انعطاف پذیرتر با طرح مواجه بشن. من میخوام وارد پروسه بشم. همین اسلایدی که در واقع داریم میبینیم بحث اینه که اصلا استراتژیک پلنینگ از کجا شروع شد. برنامه‌ریزی راهبردی یه شیوه برنامه‌ریزی بوده که به عنوان رویکرد مدیریتی توی جنگ جهانی دوم خصوصا به کار گرفته شد. منطقش از این شروع میشد که ما اصلا در کجا قرار داریم. یعنی اگه این تصویر سفید سمت چپ رو ببینید، تو استپ یک گام اول میگه من کجا قرار دارم. این معمولا چیزیه که خیلی ازش غفلت میشه توی پروژه ها، توی نظام های تصمیم گیری و اصلا فرآیند طراحی. نه قطع نشد، ولی تصویر سفیدی ما در اسلاید ها نمیبینیم. حس میکنم شاید دیلی داره. الان این شما چی میبینید تو اسلاید؟ من اسلاید دومو دارم میبینم. بقیه دوستانم اگر همین یه سری نوشته های انگلیسی دیگه، پارادایم های برنامه ریزی رو دارم میبینم. شما اسلاید سومو نمیبینید؟ پس نه. الان میبینید من دارم عوض میکنم اسلاید رو؟ نه استاپ شده رو صفحه فکر میکنم. میخوای من دوباره دسترسی بدم؟ بذار اصلا نرم رو اسلاید شو. فکر کنم باید اینجوری کنم. خب شما میبینید پاورپوینت رو؟
میکنم. بله الان اسلاید 3 رو می‌بینید دیگه، درسته؟ بله. من فکر کنم نرم تو اسلاید رو بهتر باشه، چون میرم تو اسلاید رو قطع میشه. اصلا تو اسلاید شو هم نرفته بود، استاپ بود صفحه. خب بس بزنین همینجا بگید، ولی به من زود بگید اگه قطع شد همون لحظه بهم بگید که من بسیار خوب باشه. چشم. داشتم خدمتتون میگفتم در واقع این یه رویکردی استراتژیک پلنینگ یا برنامه‌ریزی راهبردی که از جنگ جهانی دوم شروع شد، یه شکل از تصمیم گیری، اونم به خاطر اینکه خب پیچیده شد، عملیات‌های نظامی که تو اون دوره داشتن طولانی شد روند جنگ و نیاز داشتن شکل دیگه‌ای برنامه‌ریزی کنن در چند جبهه. خیلی مفصل وارد اون بحثش نمیشیم، ولی یه منطقی داشت که این منطق باعث شد که بعدها توی حوزه برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منظر، برنامه‌ریزی‌های طراحی محور هم محبوب بشه. اون هم استپ اولشه که نمیشه دیترماین پوزیشن، یعنی شما کجا هستید، موقعیت خودتون رو مشخص کنید. این خیلی انعطاف میده به کسی که میخواد تصمیم گیری کنه توی طراحی، توی برنامه‌ریزی. و توی اون منطقه شما با منطقه نظامی اون موقع ببینید اینکه کجا قرار داره خیلی در تصمیمات بعدیش در واقع تأثیر گذاره. همون چیزی که توی طراحی هم به کار میاد و توی طراحی هم استفاده میشه. شما کجا قرار دارید، منظور سایت نیست، مواجهه با پروژه است. موقعیت شما در مواجهه با این پروژه کجاست، این خیلی عامل بسیار مهمیه. بعد از اون اینه که شما راهبرداتون رو توسعه بدید، دیولپ کنید، بشینید بسازید اینا. چه جوری توی این موقعیت کردید، حالا قراره با این موقعیت مواجه بشید، برنامه‌تون رو بسازید و بعد حالا عمل بکنید. این تمام خلاصه اون چیزی که توی منطقه برنامه‌ریزی راهبردی وجود داره. 3 تا سوال مشخص توی برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه‌ریزی راهبردی که ما توی حوزه منظر باش مواجه داریم وجود داره که پاسخ به این 3 تا سواله که اصلا برنامه رو میسازه پیش از ورود به مرحله طرح. اینکه چرا من میگم که خیلی وقتا پاسخی که شما توی مرحله میدید به این 3 تا سوال تو قبل از شروع طراحی بخشی از اون تصمیماتی که تو طراحی میگیرید رو داره میسازه. قبلش فقط بگم اصلا چرا من این موضوع رو انتخاب کردم. یه مسئله‌ای که بعد از مثلا مواجهه با چند طرح تو مقیاس‌های بزرگ، میانی، خرد و توی مواجهه توی مثلا فضای حرفه‌ای من بهش رسیدم با موضوعاتی که باش مواجهه داشتیم. وقتی که رفتیم سراغ رفرنس‌های جهانی که چجوری اونا با موضوعهایی که توی حوزه طراحی تو مقیاس شهر یا طبیعت وجود داره، مقیاس یا کلانه یا میانیه و نه اونقدر کلانه که یه برنامه اساسی و جامع شهر رو داشته باشه به چالش بکشه، نه اونقدر خورده که در واقع با یه تحلیل‌های موضعی برن سراغ موضوع. و به نظر اومد که شاید خیلی مفید باشه که بچه‌ها و مهندسا، معمارای حرفه‌ای که توی حوزه کار میکنن این شیوه فکر کردن، این نگرش سیستمی رو هم باهاش آشنا بشن که هر جایی که مواجهن با پروژه، هر جایی که میخوان به یه مسئله‌ای بپردازن، به یه موضوعی بپردازن، ببینن نسبتشون با حلقه‌های بالاتر از خودشون، با مقیاس‌های بالاتر از خودشون، با این مفهومی به اسم شهر به مثابه یه سیستم چیه و کجا قرار میگیرن توی لایه بندی. تو اون 3 تا سوالی که من خدمتتون گفتم توی برنامه‌ریزی راهبردی قرار داره که اینه که کجا قرار داریم. این همونیه که گفتم اصلا اساس ورود منطقه برنامه‌ریزی راهبردی بود که بفهمیم کجا هستیم، موقعیتمون رو بفهمیم. توی این شرایط وقتی یه پروژه طرحی شروع میشه فارغ از مقیاسش، یعنی حتی شما اگه دارید یه پارک محلی دارین طراحی میکنید، یه پلاک ساختمانی، یه پلاک معماری دارید باش مواجه میشید، تا اینکه برسید حتی به طرح‌هایی که مقیاس شهر، باید ببینیم کجا هستیم، بفهمیم موقعیت و بسترمون رو. که خب اینجا تحلیل‌ها جمعیت شناسانه، زیست محیطی، زیرساختیه. اینجا شما یه سری لایه‌هایی دارید که فقط قرار نیست اینا رو پر بکنید برای اینکه گزارش پر شده بدیم، یا اینکه مثلا دانشگاه به خورشید و ماه و یه سری باد و اینا بکشیم که ما تحلیل سایت انجام بدیم. اتفاقا بخش مهمی از استراتژی و راهبرد شما توی این که اصلا چه جوری من مواجه بشم با این پروژه، چه کاربری‌هایی بیارم، چه جوری خط بکشم در نهایت و چه جوری مدیریت کنم فضا رو، تو همینجا معلوم میشه. چون خیلی جاها تحلیل جامعه شناسانه یا جمعیت شناسانه به شما مقیاس رو میفهمونه، به شما میفهمونه که اینجا مسائلش چیه، این سایتی که شما داشتید مواجه میشید یا اصلا این سطحی که دارین باش مواجه میشید. آیا مسئله امنیت اجتماعی، طبقات مختلف اجتماعی هست؟ آیا قرار شما اینجا با مداخلتون اتفاق رو بعداً حادث بشید به لحاظ اجتماعی اقتصادی؟ اینکه زیست محیطی چجوری داریم تاثیر میذاریم؟ آیا اگه مثلا ما با عارضه شهری مثل یه روددره که خیلی تو تهران موضوع مبتلا و متداولیه، با یه چین خوردگی، با یه سایت ویژه طبیعی مواجه هستیم، همین که تحلیل بکنیم این شرایط طبیعی رو و بریم خودمون رو سوار بکنیم روی سایت کافیه؟ یا اینکه میتونیم بفهمیم رفتار این موقعیت طبیعی چی خواهد بود در دل زمان؟ یا تحلیل‌های زیرساختی که در واقع قابلیت و امکانات رو به ما توی لایه‌های بالاتر نشون میده که چجوری این نقش این سایتی که ما روش مداخله می‌کنیم چجوری میتونه توی
سیستم های بالاتر از خودش در واقع نقش ایفا کنه. فرض کنید یه پارک محلی ما توش مداخله میکنیم، توی این پارک محلی من میتونم بفهمم که این نقشش در محله چیه، در منطقه چیه، با توجه به این شبکه زیرساختی در شهر چه نقشی میتونه داشته باشه و حالا پروژه‌مون نسبت به اون راجبش تصمیم گیری بکنم. این خیلی متفاوته با اینکه من بگم خب من یه خیابون دارم مثلا 16 متر، یکی 8 متر، کشیدگی زمین شرقی غربی، اینقدر عرض، اینقدر طول، اینقدر شیب داره، خب بریم من بشینم بر حسب سلیقه خودم، بر حسب آموزشی که دیدم، بر حسب به اصطلاح دست قوی بودن شروع کنم و این طراحی رو پیش ببرم، ببین چقدر احتمال خطا و احتمال اتفاقی موفق شدن وجود داره. پس اولین سوال اینه که ما کجا قرار داریم. دومین سوال اینه که کجا می‌خوایم بریم. این تقریبا اونجایی که برنامه‌ریزی راهبردی شروع میکنه به فراهم کردن داده‌های اولیه که میگه با تو مواجهه با اون پروژه متناسب با مقیاس، امکانات و اون چیزی که در واقع داریم، اون چیزی که روی زمین قرار داره، یه تصویر ایدئالی ترسیم میکنه. پاسخ به این سوال کجا میخوایم بریم معمولا تو برنامه‌ریزی راهبردی است یه پاسخ انتزاعی و خیلی نادقیق اول، از جنس آمال و آرزو، از جنس ایدئال گرایی، همون چیزی که در نهایت ویژن یا چشم انداز رو میسازه. یعنی اولین پاسخ به مسئله بعد از اینکه ما فهمیدیم کجا هستیم، یه پاسخ اولیه خیلی گنگه، مثل خطوطی که معمولا بچه‌ها توی اسکیس میکشن، کسایی که مثلا خیلی طراحی اونو کار کردن و میدونن چه جوری شروع میکنن طراحی رو، یه سری خطوط معمولا محو در هم بر هم میکشن که یک شیپ کلی میده و هی آروم آروم شروع میکنن دیتیل‌ها رو ترسیم کردن و این هی تصویر شفافتر میشه، مثل شیشه مات کدری که ما تصویر مشخصی اونورش نداریم، هر چی این شیشه رو در واقع تمیز میکنیم، هی پیش میریم، انگار تصویر پشتش برای ما روشن میشه. ولی مسئله اینه که شیشه رو جای درستی بذاریم، اسکیس که میخوایم بزنیم و با خطوط مبهم درستی شروع بکنیم. و بعد اولین سندی که معمولا تولید میشه تو این برنامه‌ریزی راهبردی بیانیه چشم انداز. حالا بیانیه چشم انداز به این مفهوم استیتمنتش تو طرح‌هایی که معمولا یه پشتوانه مطالعاتی دارن به شکل مشخص میاد، ولی توی طرح‌هایی که مقیاسش اساساً از ما نخواسته که همچین سندی بدیم، یه ذهنیت، یه کلیدواژه‌هایی تو ذهن طراح شکل میگیره و خیلی مهمه. چرا؟ چون انگار یه سری بولت پوینت‌ها و یه سری عناوینی که تا آخر پروژه قراره ما خودمون هی با اینها بسنجیم، هر چه خارج میشیم از مسیر برگردیم بگیم من اینو می‌خواستم و من اول مسیری که راه افتادم می‌خواستم بگم کجا می‌خوام برم، اینا رو دنبالش بودم. و سوال سوم اینه که چگونه می‌خوایم بریم، یا تو پرانتز چگونه باید بریم. این در واقع اونجاییه که مفهوم استراتژی مطرح میشه، مفهوم راهبرد در واقع مطرح میشه که ما چجوری ایده هامون رو میتونیم به برنامه ترجمه کنیم، یعنی از یه سری انتزاعیات برسیم به یه سری عملیات. همون اسکیسی که داریم میذاریم حالا این خطا، کدوم خطا رو من قراره فشار دستمو بیشتر بکنم که این ساختمون خوشگل‌تر و درست‌تر و اونجوری که میخوام دیده بشه، از چه ماده شوینده‌ای استفاده کنم تا اون شیشه تصویر شفافتری به من بده، یعنی که کامل بفهمم با چی روبرو هستم. باز هم منطق برنامه‌ریزی راهبردی یه منطق تدریجی، یه منطق سیستماتیکه. به ما میگه از این تصویر ویژن کلی نمیتونی یهو بپری مثلا بگی خب من میدونم که مثلا یک شهر پویا و محیط زیستی و سالم میخوام، پس میام مثلا درخت فلان میکارم، مسیر چرخ سواری میذارم. این فاصله بینش باز این احتمال خطا است. یعنی اینکه تدریجی ما برسیم به این برنامه عملیاتی، تمام حرفیه که چگونه میخواهیم یا باید بریم. این فرق میخواهیم یا باید توی همون امکانات، محدودیت‌ها و شناخت اولیه‌ای که داشتیم. شما یه جاهایی میزان دیتاهایی که دارید کم، دست طراح یا برنامه‌ریز بازتره، وجه ارادی مسئله میخواهیمش بیشتر میشه. یه جایی انقدر شما محدود شدید که در واقع دارید بیشتر متناسب سازی میکنید جوابتون رو، میدونید جواب حدودی در واقع چیه، ولی میخواهید که تا جایی که ممکنه به اون عوامل محدود کننده پاسخ بدید. این همون بحث تناسب یا پاسخه. توی این حالت 3 تا استپ وجود داره، 3 تا گام وجود داره که چگونه بریم. یکی اگه پروژه خیلی مقیاس شهری، مقیاس بزرگ، مقیاس موضوعی مشخصی داشته باشه، مثلا شما تو مقیاس منطقه‌ای وارد شدید، مثلا یه پلاک بزرگ، یه سایت صنعتی، یه سایت مثلا فرهنگی تفریحی، یه سایت طبیعی، یه سایت دانشگاهی، معمولا اینها از این مقیاس یه پروژه خرد بزرگترن.
میشه براشون اهداف ترسیم کرد. تو حتی یه پارک محلی، هدف ساخت این پارک در یه محله مثلا با یه پارک مثلا 1 هکتاری 2 هکتاری حتی چیه؟ چه هدفی داشته شهرداری؟ شما توی این چه اهدافی می‌بینید بعد از اون تحلیل لایحه‌های اجتماعی زیست محیطی زیر ساختی؟ معمولاً تعداد اهداف کمه که در واقع بیخود لیست نمی‌کنیم معمولاً تو پروژه اهدافی که در واقع موضوع ما رو نشون بده، اولویت‌های ما رو نشون بده. قرار نیست تمام هر چیزی که مهمه در جهان توی یه پروژه تحتش پاسخ داده بشه. مرحله بعدی استراتژیه. استراتژی در واقع همون راهبردهاست. اونجاییه که برای اولین بار تعیین میشه از کدوم مسیر قراره به این اهداف پاسخ داده بشه. یعنی ما انگار داریم به یه پاسخ اولیه‌ای رو به اون هدف‌ها میدیم، چجوری این هدف رو بشه، چجوری صادق بشه، ولی باز دوباره تدریجی، یعنی یه مرحله از انتزاع به عمل نزدیک‌تر میشه که یعنی انگار داره جهتگیری‌های ما نشون میده. اساساً به خاطر همینه که طرح راهبردی اسمش از این استپ میاد، از استراتژی میاد، چون جهتگیری شما رو دیگه نشون میده تو اینجا. یعنی شما چشم‌انداز و اهدافتون رو دارین میگید، اینکه من از کدوم وجه چجوری به اینها پاسخ میدم کلیدی ترین مسئله تو این شکل برنامه‌ریزیه. مرحله بعدی در واقع سیاست‌ها یا پالیتیکس در واقع اینجا بهش گفته میشه که باز دوباره ما یه استپ داریم نزدیک‌تر میشیم، هرچی هم داریم از اهداف جلوتر میریم، یعنی داریم لایه‌ها رو به سمت جلو حرکت، به سمت پایین در واقع حرکت می‌کنیم، میتونه تعدادشون بیشتر باشه. یعنی یه هدف میتونه 3 تا راهبرد بهش مثلا پاسخ بده، یه راهبرد رو مثلا 2 تا سیاست میتونه بهش پاسخ بده. یعنی تعدادش میتونه، تعداد پاسخ‌هایی که ما هی به مسئله لایه بالاتر میدیم به تناسب هی میتونه تشریحی تر بشه. انگار همون شکلی که انگار ما همون تصویر اولیه غیر واضحی داریم با تلاش بیشتر واضح می‌کنیم. و سیاست‌ها در واقع مشخصاً حتی حوزه‌های شما رو مشخص می‌کنن. عموماً تو طرح‌های راهبردی مشخص میشه که ما لایه‌های مختلفمون چی هستن، لایه اقتصادی، تاریخی، اجتماعی، اینامون چجوری هستن و سیاست‌ها خیلی معطوف به این لایه‌های مختلف، ابعاد مختلف یه پروژه هستن. شما وقتی مثلا یه سایت مثلا منظر پسا صنعتی یه کارخانه متروکه رو می‌خواید طراحی بکنی، خیلی پارامترهای مختلفی داره، از پارامترهای زیست محیطی تا اجتماعی تا اقتصادی. همه بچه‌ها احتمالاً تو مقیاس‌های مختلف از طرح‌های دانشگاهی تا طرح‌های حرفه‌ای درگیر این پروژه‌ها به این شکل بودن. اینجا اونجایی که سیاست‌ها شروع می‌کنن متناسب با راهبردها و جهتگیری بالا سر خودشون به این وجوه پاسخ میدن. و توی مرحله آخر ما برنامه عملیاتی اکشن پلان داریم. اینجا اونجاییه که جزئیات پروژه تعریف میشه. اینجا اونجاییه که وقتی مقیاسمون مثلا طراحی یه ساختمون یا یه پارک محلیه، اینجا اونجاییه که ما کاربری‌ها رو می‌نویسیم، یعنی اکشن پلان و بعد ترتیب این که چه جوری باید این فضاها نسبت به هم دیگه توی مرحله طراحی آراسته بشن، به هم نسبت به هم دیگه قرار داده بشن و تو مرحله اجرا در واقع برنامه اجراییمون به چه شکل میتونه باشه برای طرح‌هایی که وارد اجرا میشن و معمار طراح همچنان داره با طرح حرکت میکنه. و در نهایت مرحله ارزیابی و نظارت، مرحله که عموما تو فرآیند طراحی دیده نمیشه، منظور پسینیه، برای اینکه بفهمیم جهتگیریمون چقدر به مسئله پاسخ داده. تقریبا میشه گفت توی اکثر قریب اتفاق پروژه‌ای که توی کشور ما اجرا میشه این مرحله غایبه یا مرحله اصلا رهاست تا اینکه میره پروژه شکست میخوره، بعد تازه اون میفته که چجوری باید باهاش مواجه بشه. من اگه بخوام حالا بقیه سده می‌ذاری سریعتر میتونم بگم، بیشتر مروری هستن. در واقع رودمپ این دیاگرامی که دارید میبینید که امیدوارم ببینید قطع نشده باشه. خانم فلان میبینید دیاگرام رو؟ بله ما داریم همه چی. خب آره، این دیاگرام در واقع یه رودمپی، این در واقع اون چیزی که ما از خلال تقریبا 5 تا پروژه حرفه‌ای که با پژوهشکده نظر هم همکاری داشتم من و از خلال اینکه طرح‌های مختلفی از مثلا طرح راهبردی شهر سیدنی، طرح‌های راهبردی زندگی پیاده توش خیلی شهرهای مختلف، طرح‌های توسعه دانشگاهی، اینها رو ما در واقع تحلیل کردیم، به شکل عملیاتی بهش رسیدیم. یعنی نقشه راه چند تا پروژه بود برای ما. از سمت چپ اگه همین دیاگرام رو ببینیم در واقع شروع میشه از همون لایه‌هایی که ما کجا قرار داریم. ما میایم توی این حالت وضع موجود رو میشناسیم، گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ رو باهاشون ارتباط برقرار می‌کنیم، نظرات اونها رو دریافت می‌کنیم، انگار داریم لایه‌های مختلف اطلاعاتی پروژه رو داریم جمع می‌کنیم. طرح‌های بالادستی که راجعش وجود داشته، احکام قانونی پیشینی که وجود داشته رو می‌بینیم، تجربیات در واقع بقیه رو می‌بینیم، جمع‌بندی می‌کنیم و اون چشم انداز اولیه رو می‌سازیم. یعنی اونجایی که اولین جا ما میگیم که خب کجا می‌خوایم بریم، چشم انداز اولیه، ولی هنوز اون چشم اندازی نیست که در واقع مرحله 2 ما بود. اینجا داریم انگار اولین
جرقه ها تو ذهن ما به ما میگه که خیلی اتفاق میفته برای بچه‌ها تو پروژه ها که همون خلال اطلاعات جمع کردن، مصاحبه کردن، بررسی نمونه های موردی یه چیزایی انتخاب میکنن، یه پاسخی به نظرشون درست‌تر میاد متناسب با جنس این موضوعی که دارن باهاش در واقع دست و پنجه نرم میکنن. بعدش در واقع اونجاست که ما باید یه جمع‌بندی اساسی بر مبنای مستندسازی، مصاحبه عمیق بکنیم. چرا اینجاست؟ چرا این مستندسازی مصاحبه اینجاست و مثلا اونجایی که نظرات گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ رو میگیریم نیست؟ می‌خوایم که الان موضوع در کسی که در واقع برنامه‌ریزی نحوی مواجهه خودش با موضوع عمیق‌تره دیگه، مثل اون لایه اول مشغول جمع‌آوری دیتا نیست. اینجا اتفاقا دیتای بعضن جهت‌دار متناسب اون چشم‌انداز اولیه‌اش ممکنه که پیدا بکنه. بعد در واقع چشم‌انداز نهایی رو می‌سازیم، بعد اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی، همون بحثی که من توی اسلایدهای قبلی داشتم که در واقع راجعش توضیح میدادم. یکی از ارزش‌هایی که معمولاً توی استراتژیک پلن‌ها یا در برنامه‌ریزی راهبردی وجود داره، مشارکت ذی‌نفعان. ما چجوری جلب می‌کنیم آدم‌ها رو؟ آیا فقط اینکه بهشون اطلاع بدیم یا اینکه بریم باشون مصاحبه بکنیم در واقع کافیه؟ اون چیزی که عموماً از مشارکت‌ها ما متوجهش میشیم. وقتی ما هرچی بیشتر وارد پروژه‌ای که خیلی چالش داشت شدیم یا تجربیات بقیه کشورها رو خیلی مشخص رفتیم و دنبال کردیم، دیدیم که نه، بحث فقط نیست که تو مردم بگو این هست، یه نظریه از شما گرفتم نهایتاً میذارمش کنار وقتی میخوام طراحی کنم کار خودمو میکنم. اتفاقا توی 3 تا ساعت یا حتی بعضا بیشتر میشه آدما رو باشون تا انتهای پروژه ادامه داد. از اینکه ما یه سری در واقع جلسات عمومی بذاریم و حالا در قالب ورکشاپ باشه، فیدبک کامیونیتی ها بشه، یعنی گروه‌هایی رو حتی انتخاب بکنیم که ازشون بازخوردهای مداوم بگیریم، تا اینکه حتی مثلا ارزیابی‌هایی داشته باشیم که معمولا یکی از گام‌های واجب و اجباری پروژه‌های برنامه‌ریزی راهبردی است. عموما از پروژه‌های میان مقیاس به بالا این خیلی مهم میشه که بیایم و ارزیابی بکنیم، مصاحبه میدانی بکنیم، آمارگیری بکنیم، حتی تا اون لایه سومیش که در واقع گروه منتخب یا فوکس گروپ هست که اونایی که باشون بحث عمیق میکنیم، باشون مصاحبه عمیق میکنیم. اونا بعضا حتی منافع بیشتری هم ممکنه در پروژه داشته باشن، نه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، نقش آفرینیشون، گروه‌های محلی، NGO ها، گروه‌های محیط زیستی. در واقع اینها اونایی که هر چه شما تا انتهای پروژه با اینا ارتباطتون رو بیشتر حفظ بکنید، احتمال این که بعدها تو لایه اجتماعی و اقتصادی جواب مثبت‌تری بگیرید بیشتر. بخاطر یه ارزش توی بحث برنامه‌ریزی‌های راهبردی. یه موضوع خیلی مهمه دیگه که اول بحثم اگه خاطرتون باشه من بهش اشاره کردم، بحث تحلیل سایت و دارایی‌هایی که داریم، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، موجودی‌هایی که در دسترس. حتما حالا این جدولی که اینجا اومده در واقع جدول از جنبه اکولوژیک و اون چیزی که روی زمین به شکل متریالی وجود داره بررسی می‌کنه که ما توی پروژه‌های لندسکیپ معمولاً پوشش گیاهی موجود، شرایط خاک، توپوگرافی، وضعیت باد و خورشید در واقع می‌بینیم و این متفاوت از اون بحثی که ما داریم راجع به این می‌کنیم. وقتی می‌خوایم سایت رو باهاش مواجه بشیم، پارامترهای دیگه‌ای برامون مهمه، پارامتر تاریخی مهمه، اجتماعی مهمه. خیلی وقتا اونقدری که اون داره روی ما تاثیر می‌ذاره، یا پارامتر زیست محیطی، حتی اینقدری که اونا روی ما تاثیر می‌ذارن، شاید خود این وضعیت طبیعی زمین تاثیرگذار است. من می‌خوام یه مثال بزنم. ما با پروژه‌ای در واقع طرف بودیم در یه منطقه‌ای از غرب تهران که خب به ما این پروژه کاربری خاص عمومی داشت و شرایط زمین، خاک، چیزی که توش موجود بود به ما میگفت که بعد در واقع خب چجوری بررسی بکنیم، چجوری بیایم واردش بشیم، چقدر فضای باز داره، یعنی همون تحلیلی که همه دارن. وقتی یه لایه از این فاصله گرفتیم با روکرد اینکه این خودش به لحاظ سیستمی زیر سیستم چه اندامی از شهره، چی رو داره میسازه، حالا به لحاظ تاریخی و طبیعی در واقع این چه وضعیتی داشته توی لایه بزرگتر خودش، دیدیم که خب ما مجاورت داریم با یه سری باغ‌های طبیعی مثمر تهران که مثلا اینجا به شکل تاریخی هم وجود داشته. بعد که رفتیم و توی لایه‌های بالاتر مثلا دیدیم نقشه‌های تاریخی اینجوری، دیدیم که این خودش اصلا پلاکه زمانی باغ بوده، زمانی که دارم میگم خیلی قدیم، یعنی مثلا اینجوری نیست که حتی بشه چیزی از اون توی این زمین دید. ولی ما دیدیم که اینکه در ذیل این کاربری بتونیم توی طراحی لندسکیپش اینو به عنوان یه سلولی از بازیابی اون شبکه باغ‌هایی که اینجا بوده ببینیم، در واقع یه حدی یه پاسخ متناسب با یه موضوعی که در دل تاریخ و جغرافی خودش جواب داده بوده برای یه بازی زمانی و تحت تاثیر این ساخت و سازهای شهری بوده که این اتفاق براش افتاده. یعنی میخوام بگم که تحلیل سایت یه لایه این جدولی که داریم، یه لایه اون امکانات موجودی‌ها و دارایی‌های
غیر ملموس غیر مادیه که اینجاست که میگم چقدر مهم. یعنی من واقعا توی خلال مواجهه با این پروژه ها خیلی متوجه شدم که چقدر مرحله تحلیل سایت میتونه متفاوت باشه از اون چیزی که ما مدت‌ها باهاش دست و پنجه نرم که تو دانشگاه به نظر اون چیز زائدی بود. نهایتاً چی بشه مثلا بپرسیم که خب این نورگیری ساختمون، نورگیری سایت چجوری باشه، نمیدونم وضعیت توپوگرافیش خیلی ویژه باشه به لحاظ زمین شناختی که تاثیرگذار باشه توی طرح. عموما خیلی من احساس می‌کنم توی فضای آکادمیک حداقل بچه‌ها به نسبتش رغبتی نداشتن. وقتی که داریم یه مرحله بالاتر از شروع طراحی هستیم، یعنی اون جایی که از اهداف، راهبردها و یه سوال بذارید من سوالا رو در انتها اگه که امکان داشته باشه جواب بدم، اگه اشکال نداشته باشه. وقتی که از مرحله اهداف، راهبرد و سیاست گذشتیم، وقتی می‌خوایم وارد اکشن پلان بشیم، یعنی خیلی از بچه‌ها توی مدرسه طراحی دارن یه وقتی برای خودشون شروع میکنن طراحی شروع کردن، میخوان استارت بزنن، یه لیستی می‌نویسن مثلا از کاربری‌ها که چی کار باید بکنن، از کجا شروع بکنن، حتی تو ابتدای اولیه‌شون از کجا بریم، مثلا چه چیزایی در نظر بگیریم، برای خودشون می‌نویسن. در واقع یه مرحله‌ای که انگار ما میایم دستاوردها و اهداف موضعی طرح رو راجبش تصمیم گیری می‌کنیم. این خب حتما نباید منفک باشه از مراحل قبلش و حتما باید حالا دیگه داره عملیاتی تر میشه. یعنی اون ایده ذهنی که ما در مراحل اولیه داشتیم هی داره عملیاتی تر میشه. اینجا مثل فاکتورهای حتما باید دیده بشه، انگار یه شکلی از استخراج ارزش‌ها و نکات مؤثر بر طرحه که ما داریم پایداری زیست محیطی، در واقع برابری اجتماعی، ویژگی‌های زیبایی شناسی و ویژگی‌های عملکردی رو وارد در واقع طرح می‌کنیم. این یه چیزی شبیه همون معیارهای سنجش و ارزیابی منظره که توی بچه‌ها تو درس عمومی خوندن دیگه، در واقع و از همون جنسه. انگار که حالا به جای که توی ارزیابی داشته باشیم، تو مرحله طراحی به اینا داریم فکر می‌کنیم. یعنی مشخصا داریم میگیم که این ترجمه ایده من به طرح من، حالا این کی پوینتاشه، من کجا دارم به این در واقع میپردازم. برای خیلی از کسایی که طراحی رو شاید یه حدی شهودی انجام میدن و طراحای خوبی هم هستن، این در واقع این عوامل، حالا بجز اون سوشال اکویتی، خیلی وقتا یا حتی انوایرمنتال سستینبیلیتی خیلی وقتا به شکل شهودی دارن بهش توجه میکنن. یعنی توی عواملی که دارن بهش نگاه میکنن هست خیلیا بحث کار کرد و زیبایی شناسی کار به واسطه تجربه مهارت‌های طراحانه‌شون توشون یه حد بالغانه‌تر یا حد کاملتری وجود داره. اونجا اونو خیلی متناسب با پروژه، مثلا موضوعی مثل پایداری زیست محیطی یا مثلا عدالت محیطی اینا میپردازن. این منظور اینه که این پارامترها خیلی وقتا توی فرآیندهای طراحی میتونه حتی به شکل مشخص و تیتروار مورد توجه باشه. اینجا دیگه بحث اینجا جایی که ما وارد تولید آلترناتیو های ایده پردازانه میشیم یا کانسپت هامون رو به اصطلاحاً میام شروع میکنیم طراحی کردن. اون جایی که دیگه خطوط داره محکم تر میشه از اون اسکیس اولیه که داشتیم می‌زدیم، اون جایی که دیگه داره تصویر شفاف میشه پشت اون شیشه کدر و معمولا ممکنه شیوه‌های مختلف وجود داره. حالا اون چیزی که من اونجا نوشتم به عنوان برین استورمینگ یا کانسپت دیولپمنت یا پلان های اولیه، یه شیوه‌ای از طراحی. اینجا بحثمون راجع به فرآیند طراحی نیست، بحثمون راجع به تفکر راهبردی، تفکر در واقع سیستماتیک. اینجا اونجایی که شاید چند تا آلترناتیو تولید بشه، آلترناتیوی که شاید پیش از فاز 1 باشن، حتی تو فاز 0 داریم متد میزنیم، همون چیزی که انگار داریم میگیم که پوستی بزنیم رو هم دیگه، اتود بزنیم، طرح بزنیم. اینا در واقع تولید این آلترناتیو است. خیلی مهمه این گام که این جاییه که تفاوت این شکل فکر کردنه با شکل فکر کردنی که عموما تو دانشکده‌ها یا تو محیط‌های آکادمیک، تو محیط حرفه‌ای معمول می‌آموزن که خب اینو تموم کردی، تحلیلاتو کردی، حالا برو بشین بکش، برو بشین طراحی کن. اینجا اونجایی که این نمیتونه منفک باشه از اون نتایجی که ما بهش رسیدیم، اون شکلی که شو که این فکر کردیم. همیشه باید این چارچوب سیستماتیکی که راجبش صحبت کردیم، اون لایه‌های مختلف تو ذهنمون باشه. حتما دوباره برمیگردم اون جمله اولی که من از خانم در واقع اینگرید شرودر گفتم که مسئله معماری یه مسئله‌ای نیست که بهش داریم پاسخ میدیم، بلکه موقعیتی که داریم متناسب با اون در واقع یه آلترناتیوهایی رو فراهم میکنیم، انطباق‌هایی رو داریم پیشنهاد میدیم. و اینجاست که خب بله یه مسئله‌ای که داره توش فاکتور اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، زیست محیطی و شکل زمین داره توش تاثیر گذار میشه، میتونه به شکل‌های مختلف متناسب بشه.
و حالا باید ارزیابی بکنیم که وقتی داریم راجع به اینکه آلترناتیو برگزیده کدوم تصمیم میگیریم، اون موقع است که می‌بینیم خب با توجه به این صورت مسائلی که داشتیم، صورت موضوعاتی که داشتیم، کدوم متناسب‌تر. اینجا همونجاست که ما ارزیابی می‌کنیم دیگه، یا مثلا شیوه‌های مختلف برای ارزیابی وجود داره دیگه. وقتی می‌خوایم که اون طرح منتخب خودمون رو داشته باشیم توی شکل استراتژیک پلنینگ، در واقع همون بازگشت به اون معیارهاییه که ما باهاش اصلا شروع کردیم مسیر رو. یعنی اگه معیار اقتصادی، اگه اجتماعی، اگه زیست محیطی، اگه که حتی بعضا محدودیت‌های کارفرماست، مثلا جدول زمانبندی اجرای پروژه است، همین عناوینی که توی این کادرم شما در واقع می‌بینید. خود منطق تولید طرحی که به ما میگه که کدوم طرح توی آلترناتیو اون بهتره و حتما ذی‌نفع و ذی‌نفوذ. وقتی ما بحث اهمیت مشارکت ذی‌نفعان رو داریم میگیم، فقط مردم محلی نیستن. یکی از مهمترین ذی‌نفعان مثلا همیشه کارفرمای پروژه است، اونی که اصلا پروژه موضوع رو طرح کرده. خیلی وقتا اون معیارها داره از سمت اون میاد. حالا که ما چجوری تن بدیم به اون معیارها 100% یا پاسخ متناسب اون معیارها رو فراهم کنیم به نحوی که به بقیه پارامترها جواب داده باشیم، خیلی در واقع گام مهمی. و بعد از اون وقتی که در واقع طرح رو رفتیم، اونجایی که ما جزئیات طرح یا دیتیل دیزاین رو داریم. حالا تو مقیاس منظر ما طرح کاش داریم، طرح مثلا هدایت آب‌های سطحی داریم، پلان‌های سازه و ساخت رو داریم، این چیزی که بهش فاز 2 میگن، یا مشخصات ویژه که حتی بعضا تو فاز 2 و 3 در واقع میره. و خیلی‌ها هستن که اتفاقا شاید بخشی از پاسخی که به پروژه میدن رو تو فاز طراحی، تو اون اکشن پلان، در واقع تو جزئیات میدن. ولی اینو فرض کنید که اگه پاسخ در لایه بالاتری تو همین تفکر سیستمی غلط باشه به موضوع، اگه شما برخلاف جهت یه سایت طبیعی که به لحاظ زیست محیطی اختزاعاتی داره، یه شکلی داره، مثلا یه آب باران فصلی رو داره به شکل انبوه هدایت میکنه، یه پاسخی بدید، هر چقدر تو دیتیل دیزاینتون شما شاهکار عمل کنید، مثلا در مقیاس مجسمه ساز ماهر جزئیات معماری منظر حتی طراحی بکنید، باز این پاسخه بعد از مدتی پاسخ نامتناسبه. باز موقعیتیه که شما متناسب باهاش نتونستی در واقع طرحتون راجبش تصمیم گیری کنید. اینجاست که میگیم چرا تفکر سیستمی. خیلی وقتا شما یه پروژه میبینید که دیتیل خاصی نداره ولی پروژه موفقه. منظور حتی در فاز 2 و حتی در خطوط کلی طراحیه، به خاطر اینکه متناسب بوده نسبتاً با شرایط محیطش. این وقتی شما مقیاس نظر بگیرید و سیستمی به قضیه نگاه کنید، یعنی کل سیستم، بعد زیر سیستم ها، بعد اجزا و در نسبت با همدیگه اینو ببینید چرا همچین پروژه موفق میشه و چرا پروژه‌ای که شاید در جزئیات خیلی نسبت به پروژه قبلی مزایای فوق العاده داشته باشه، اصلا طراحانه است. شما عکس از این پروژه میگیرید، لذت میبرید، بعد میبینید که مثلا به لحاظ اجتماعی مردم خیلی با این ارتباط برقرار نمی‌کنه، به لحاظ مثلا اقتصادی پروژه متروکیه. در واقع بعد توی همین متناسب رفتار کردن به موقعیت‌ها دید دلیلش. و بعد از اون هم مرحله‌ای که ما راجع به اکشن پلان و نظارت و ارزیابی صحبت کردیم، اینا دیگه متوجه اونجاست چجوری فازبندی و چجوری اجرا بشه. اینجا اونی که با تخصصهای دیگه خیلی لازمه که ارتباط برقرار کنی. حتما مسئله تفکر راهبردی، تفکر سیستم برنامه‌ریزی راهبردی مسئله تک نفره نیست، اینا در قالب تیم هاست که جواب میدن. شما خیلی جاها به متخصصین دیگه نیاز داریم، مثلا مدیر پروژه. اینجاست که در واقع وقتی وارد اجرا میشیم دیگه این تخصص‌ها مطرح میشه. تخصص کسی که گیاه شناسی میدونه، تخصص ساخت، تخصص مدیریت کارگاه، اینجا اونا در واقع نقششون مهم میشه. دیگه اینجا نقش در واقع نظارت و ارزیابی بیشتر مهم میشه. نقشی که حتی میگم در خیلی از پروژه‌های موفق توی کشورهای توسعه یافته بعدتر از ساخت و اتمام و تحویل پروژه وجود داره. چون تو همین اسلاید می‌بینید مثلا اینکه چک بشه به شکل دوره‌ای وضعیت، مثلا تو پروژه‌ای که مقیاس منظرن، طرح کاش مفصل دارن، وضعیت گیاهان. تو پروژه‌هایی که فضاهای عمومی ان یا فضاهای اداری ان، فضایی که کاربرشون متغیر یا متنوع یا زیادی، که رضایتشون نسبت به پروژه چجوریه. و این رضایت فقط رضایت از فضای کار، نمیدونم فضای تحصیل، فضای عمومی، پله، اینا نیست. یه رضایت میتونه رضایت از این باشه که حست نسبت به این فضا چیه، رضایت نسبت به این که تو اینجا مثلا به لحاظ اجتماعی آدم‌ها چجوری با هم رفتار میکنن چیه. اینا خیلی هاشون در واقع پاسخهایی به همین مسئله است. یه جاهایی حتی عملکرد زیست محیطی، جایی
اتفاقا مدیریت متناسب، یعنی خیلی وقتا یه پروژه حتی توی این شکل تفکر، توی شکل این در واقع خیلی از کشورهای توسعه یافته اتفاق میفته. وقتی که شما سیستمی به قضیه نگاه کنید، مدیریت راهبردی داشته باشید، یعنی راهبردهاتون داره شما رو پیش میبره، حتی بعد از تموم شدن پروژه اگه خطای جهتگیری، خطای استراتژیکی داشتید، میتونید اینو در واقع متناسب باش پاسخ ایجاد کنید. یعنی به شما امکان رو میده که انعطاف پذیر باشید. یکی از ویژگی‌های خیلی مهمه طرح راهبردی انعطاف پذیری، یعنی یه مزیتی که تقریبا میشه گفت این شکل برنامه‌ریزی کردن در طراحی نسبت به شکلایی که داره، همین مسئله انعطاف. من اگه بخوام مثال بزنم، این اسلاید انعطاف پذیری و تطبیق رو نوشتم. برای ما پیش اومد توی پروژه هایی که مثلا ما تموم کرده بودیم تقریبا پروژه رو، مثلا تو لایه سیاست هم تموم کرده بودیم، در حال طراحی و تدوین اکشن پلانمون بودیم، یهو مثلا یه چیزایی به طرح اضافه شد، یه چیزایی تغییر کرد، یه جایی از موضوع حذف شد، یه سایت مثلا چیزش اضافه شد، یک سایت دیگری در یه نقطه دیگری متناسب با این موضوع اضافه شد به کار. مشخصا این پروژه‌ای که ما با دانشگاه صنعتی شریف داشتیم، این امکان رو به شما میده که تا حتی تموم شدن طرح برگردید و تو لایه‌های مختلف چیزهایی رو اضافه یا کم بکنید، به خاطر اینکه در واقع شما استپ بای استپ پیش رفتید و میتونید وقتی که دارید همینجوری قدم به قدم برمیگردید اون لایه‌ای که اطلاعات جدید شما تاثیرگذاره، این اصلاح رو انجام بدید. به خاطر همین حتی بعد از اقدام هم این امکان برای شما فراهم میکنه. یعنی من تو این دیاگرامی که الان براتون کشیدم، اینکه حتی وقتی یه چیزی اضافه میشه به طرح، شما وضع موجود دوباره میاد مکمل میسنجید. شما ممکنه حتی یه سری آدم‌های جدیدی اضافه بشه برای اینکه نظرهای اونا رو بگیرید. ممکنه طرح‌های بالادستی جدیدی در حین اینکه شما دارید مثلا یه پروژه رو تدوین می‌کنید، روش کار می‌کنید، یه قانونی بیاد. و اینا همه تاثیرگذاره تو اینکه خب من برگردم ببینم آیا این چشم انداز من تاثیر داره؟ آیا این روی اهداف من تاثیر داره؟ معمولاً چون اهداف و چشم انداز توی یک موضوع طراحی کلان و اگه بر مبنای دیتای اولیه و تحلیل‌های درست باشن، کمتر اصلاح میشن و بیشتر راهبردها و سیاست‌ها. اگه نگاه کنیم ما از راهبرد هر چی به اقدام نزدیک شدیم، هی همپوشانیش با تصمیمات قبلیمون کمتر شده. یه ذره جهتگیری تغییر کرده، یه ذره اون پاسخ به اون حوزه‌های موضوعی تغییر کرده. اکشن پلان ممکنه اساساً از بیس تغییر بکنه. این اون چیزیه که در واقع یه مزیت نسبی میده به شکل تفکر سیستمی در قالب برنامه‌ریزی راهبردی و که تو پروژه‌های منظر خیلی میتونه به درد بخوره. ما خیلی مواجه هستیم با اینکه تو پروژه هامون متغیرها از دست طراح و برنامه‌ریز خارجه و خیلی مسئله فراهم میکنه برای طراح و برنامه‌ریز. بعضی جا از دستمون در میره، اصلا دیگه رها میکنیم پروژه رو، این پروژه اصلا غیر قابل تحمل میشه برای ما. و این به نظرم خیلی میتونه کمک کنه که شما ببینید اگه دیتای جدیدی وارد بشه، اگه عوامل متغیر داره تغییر میکنه، وقتی شما حتی پروژه مدت‌ها باش سر کارشین، کجا برگردم و میتونم این رو اصلاح بکنم. من ارائه‌ام تموم شد تقریبا. فقط من 2 سوال میبینم خانم غلامی، اگه که میخواین از همین 2 سوال شروع کنیم یا اینکه شما سوالات پیش ببرید. بله، من اول از خودم شروع کنم. اولین سوالی که بر خودم پیش اومد، اول که تشکر میکنم، خیلی ممنون، مطالب بسیار مفید و خوبی بود، استفاده کردیم. سوالی که مطرح میشه الان، کارکرد این مسئله دقیقاً در معماری منظر به چه صورته و یا اگر تجربه و پروژه‌ای در این زمینه انجام شده به صورت نمونه موردی، ممنون میشم مثال بزنید که ملموس‌تر بشه. دست شما کن. من در خلال ارائه‌ام تقریبا گفتم این مسئله رو که کارکردش چجوریه و حتی گفتم میشه توی حوزه‌های دیگه غیر از منظر هم باش مواجه شد و تو مقیاس‌های مختلف. عموما مسئله اینجاست که ما طرح‌هایی که تو معماری منظر داریم مقیاس میانه، یعنی حالا مقیاس کلان خیلی داریم، مقیاس خرد هم خیلی پیش میاد. و اون چیزی که باش معمولا مواجهیم اینه که یه پیوست مطالعاتی انگار ما می‌خوایم فراهم بکنیم، یا اینکه انقدر مقیاس پروژه برامون ممکنه بعضی جاها ترسناک به نظر بیاد که چجوری باش مواجه بشیم. خیلی وقتا این رویکرد شکل کردن اصلا توی این فکر کردن تو شکل این شکل تفکر راهبردی، تفکر سیستمی به شما امکانی نمیده که از اون وهم و در واقع ترس اولیه خارج بشید و چجوری گام به گام با هم فکر کنید بیاید جلو. وقتی پروژه مقیاسش بزرگ میشه، عموما متغیرات پروژه ها زیاد میشن، کنترلشون سخت‌تر میشه، مگه اینکه شما اینا رو چیده باشید در واقع توی جایی که تو جای خودش بهشون پاسخ بدید. پروژه شما تصور کنید که مثلا متغیرهای اجتماعی، شما مثلا با یه مردم محلی طرفید که اصلا اجازه نمیدن شما اینجا مداخله بکنید. پروژه‌ای رو در واقع
طرف هستی که شما باید به لحاظ اقتصادی پاسخگو باشی. خب اینا رو یا باید بگیم به کارفرما که خب تو وقتی این مسئله رو حل کردی بیا سراغ من، یا اینکه خودمون رو درگیر بکنیم با مسئله، به اون که چجوری متناسب این مسئله موضع گیری بکنیم. من اگه بخوام این مثالی بزنم، البته که خب من معذورم از این که اسناد شاید یه سری پروژه رو به اشتراک بذارم. مثلا دو تا تجربه بود که ما با تو مقیاس کلان و میانی داشتیم با پژوهشکده نظر تو حوزه برنامه‌ریزی راهبردی. یکیشون تو حوزه شهری بود، یعنی در مقیاس یک کلان شهر برای شیراز بود که برنامه راهبردی زندگی پیاده برای شیراز بود که تصمیم گیری شد اونجا. قرار بر این بود که ما یک برنامه راهبردی به درخواست مدیریت شهری شیراز ارائه بدیم برای اینکه جهتمند بکنه، یعنی موضوعی شهر رو مدیریت بکنه، از اینکه برنامه داشته باشیم که به همه موضوعات جواب بده، تراکم و ساماندهی کنه، حمل و نقل، و برسیم به اینکه چه چیزی میتونه شهر شما رو انگار وارد تغییر نسل شکلی، تغییر نسل محتوایی، تغییر نسل مدیریتی بکنه، متناسب با تجربیاتی که مجموعه مشاور داشت تو حوزه زندگی پیاده به لحاظ نظری، به لحاظ ادبیات موضوع. ما بهشون اینو در واقع پیشنهاد دادیم و اونجا خیلی مواجهه اساسی و خیلی عجیب غریبی داشتیم با مسئله یه شهر کامل با این همچین تاریخی، و بعد ما به اونها پیشنهاد میدادیم که خب چه جوری میتونن این برنامه که جهتگیریش به سمت اینه که پیاده مداری، یعنی همون استراتژی اصلیش پیاده مداری بشه، در واقع معیار اصلی و جهت اصلی توسعه شهر مثلا تا 10 سال آینده، چه جوری اینو میتونن از یه ایده، از یه ویژن اولیه برسونن به مجموعه از برنامه‌های اجرایی. و یه پروژه 2 ساله بودیم و که در نهایت رسید به اینکه ما تو اکشن پلانمون یه جدول مفصلی در واقع به شهرداری ارائه دادیم که پروژه‌های مختلف رو تعریف کرده بودن که پروژه‌ها معیارهای امتیازدهی داشتن برای مدیریت شهری که چجوری من میتونم بفهمم کدوم پروژه رو اول اجرا کنم، دوم، سوم. معیاراش هم کاملا از استراتژی‌ها و اهداف همون طرح راهبردی در مورد. برای مثال اینکه خب محل مداخله در شهر به مثابه یک سیستم، حالا بچه‌ای که با ادبیات منظر آشنا باشن میدونن که خب مرکز شهر، بعد استخوانمندی و ساختار شهر، بعد کلهای کوچک، مراکز محلات، در واقع به همین تدریج ما در واقع امتیازهای پروژه‌هایی که تعریف شده بود رو تعریف می‌کردیم. پارامترهای اجتماعی، اقتصادی، حمل و نقل، فرهنگ، اینا همه امتیاز داشتن. مدیریت شهری کدوم اولویت میدونه، به لحاظ اقتصادی کدوم اولویته و این انعطاف میداد به پروژه. یعنی ممکنه مدیریت شهری علیرغم اینکه یک پروژه امتیاز در واقع بالایی داشته باشه، به لحاظ اقتصادی بودجه‌ای نتونه بره سراغش. داره میبینه پروژه اولویت داره ولی آمدانه در واقع و داوطلبانه میره سراغ لایه بعدی. اینجا دیگه مسئولیت تصمیم گیری. یا مثلا تجربه بعدی که داشتیم راجع به دانشگاه صنعتی شریف بود، تو خلال بحثم یه اشاره بهش کردم که اون در واقع یه طرح توسعه می‌خواست که ما تبدیلش کنیم به یه طرح راهبردی که چه جوری میتونه یه دانشگاهی که وضعیت آشفته‌ای داره به لحاظ عملکردی، ساختار لندسکیپ کمپسش، همون پردیس دانشگاه، یه برنامه‌ای داشته باشه متناسب با این، هم استانداردهای آموزشیشو بروز بکنه، همین که استانداردهای فضای آموزش، همین که شکلشو عوض بکنه. از این دانشگاه قدیمی شاید خیلی جاها حتی فرسوده به دانشگاه به روز جهانی که حالا ادعاش هم داشته باشه به لحاظ محتوایی و آموزشی نزدیک بشه. و چقدر تو این پروژه که شاید 3-4 سال طول کشید و چقدر تو این پروژه تو روندش متغیرها تغییر کردن. ما یه سایتایی به اون اضافه و کم شد، یهو مثلا یه چیزایی از دسترسمون خارج شد. ما به واسطه اینکه این شکل برنامه‌ریزی رو برای کارمون انتخاب کرده بودیم میتونست توانی رو داشتیم که خودمون منطبق بکنیم. و البته فقط هم مختص به این مقیاسا نیست. میگم من حتی تو مثالم خیلی تاکید داشتم روی که توی مقیاس محلی یه پارک بکنید، حتی برای بچه‌ای که تو منظر کار میکنن، توی مقیاس مثلا یه باغ موزه فکر بکنید، توی مقیاس معماری فکر بکنید. حتی یعنی شما یه ساختمون قدیمی تو مرکز شهر تهران یا مرکز شهرهای تاریخی اون کرمان، اصفهان، یزد، شیراز به شما داده شده، ساختمون واجد ارزش میراثی نیست، یه ساختمون قدیمی که معماری خوبی داره، بازسازی کنید، تبدیلش کنید مثلا به کافی شاپ، تبدیلش کنید به یه مرکز فرهنگی. اتفاقا فکر کردن توی این چارچوب خیلی میتونه به ما دستمون رو باز بذاره برای اینکه دامنه مداخله خودمون وسیع‌تر بکنیم و حتی توی شکل اداره اون فضاها هم بریم و متناسب با تغییرات دوباره موضع‌گیری بکنیم. به نظرم میاد که شاید حتی ارجح بر شکل، یعنی تمرینی که انگار شاید برای کسایی که توی این حوزه‌ها فعالن دارن این جلسه رو گوش میدن به درد بخوره، سیستمی فکر کردن. یعنی اینقدر که سیستمی فکر کردن میتونه آروم آروم تو تصمیماتی که توی پروسه‌های برنامه‌ریزی یا طراحی شما رو ذهنتون یه ذره نظم بده، تأثیر داره، شاید
حالا اینکه الزاماً بیایم از نقطه صفر یهو بریم تو دل برنامه‌ریزی راهبردی بدون آشنایی قبلی، شاید اونقدر کار کرده و حتما اون تفکر سیستمی خیلی بیشتر. ببخشید طولانی هم شد. حالا اگه سوال بعدی خانم غلامی. متشکرم، ممنونم، مرسی. دوست عزیزی پرسیده یعنی باید روال بازآفرینی داشته باشیم همیشه؟ خب این سوال خوبیه. اصلا خود این مسئله بازآفرینی معمولا یه رویکردی که توی طراحی شهری و توی برنامه‌ریزی شهری خیلی مسئله متداولیه، توی منظر میراثی حتی خیلی بهش توجه میشه. نه این مسئله همیشه این شکلی نیست. ببینید اینا وزن دارن نسبت به هم دیگه. من اونجایی که گفتم تو سیاست هامون به یه موضوعاتی پاسخ میدیم، به موضوع اجتماعی، به موضوع اقتصادی، به موضوع تاریخی، به موضوع پارامترهای شما اونجایی که دارید میشناسید محیط رو. من هم به خاطر همین این همه دارم تاکید می‌کنم رو شناخت بستر، شناخت محیط. وقتی شما اینا رو میشناسید، بعضن خود این که آیا ما لازمه اینجا رویکرد بازآفرینی داشته باشیم، آیا لازمه اینجا رویکرد مثلا نوسازی باشه، آیا لازمه اینجا اصلا رویکردمون باشه که ما میام یه چیز جدیدی فراهم، یه پروژه محرک توسعه میذاریم. یعنی باز خاطر میگم انعطاف پذیره، اصلا به شما رویکرد مداخله آمیز نمیگه شما اینجوری باید برخورد، نمیگه شما رویکرد مثلا محیط زیستی باشه، نه میگه متناسب با وزن عوامل سازنده، وزن اون پارامترایی که داره اینو میسازه بعد اینجا تصمیم گیری بکنه. یه جایی ممکنه مثل اون مثالی که من زدم راجع به اون مثلا باغ تاریخی که اون سایتی که وسط یه سری باغ طبیعی تاریخی بودن، به خاطر اینکه موضوع ما موضوع طراحی باغ مثلا آموزشی بود و این ظرفیت اونجا وجود داشت، ما دیدیم که خب آره میشه مثلا از یه رویکردهای شبیه بازآفرینی یا یه ایجادی الگوی مثلا منظر شهری هم در واقع بهش در واقع بپردازیم و اونجا خیلی داره بیشتر کار میکنه. سوال دوم کدوم سوالی خوبه؟ فرمودن که مهندسین فضای سبز کجای این جریانات قرار دارن؟ آره من اول فکر گفتم فضای سبز کجا قرار داره. مهندسین فضای سبز ببینید اصلا من به خاطر همین اولش گفتم که همه میتونن تو این طرز تفکر فکر بکنن. اولا این مهندس فضای سبز هم میتونه تفکر راهبردی استراتژیک پلان یا استراتژیک تینکینگ داشته باشه، اصلا سیستماتیک تینکینگ داشته باشه. همونجور که مثلا ممکنه یه پروژه طراحی فضای سبز یا طراحی اصلا یه پارک محلی مراجعه بشه به مهندس فضای سبز، حالا ممکنه بچه‌ها منظرم میذاره شاکی بشن، ولی ممکنه مراجعه بشه به یه همچین در واقع یه مهندس فضای سبز. اگه این مهندس فضای سبز هم بتونه این توانایی تفکر سیستمی رو توی خودش پرورش داده باشه، بتونه اون شکلی فکر بکنه، حتی اگه قرار پروژه خیلی مفصل‌تر باشه بتونه راهبردی یعنی استراتژیک پلنینگ، استراتژیک تینکینگ رو واردش بکنه، اتفاقا اون هم احتمالی که پاسخ متناسب به اون موضوع به اون شرایط بده خیلی بیشتره. ولی اگه به عنوان یه جزئی از یه تیم ببینیم مهندس فضای سبز، یعنی اونجایی که من داشتم اشاره می‌کردم که اینا یه تیم ورک عموما این شکل برنامه‌ریزی راهبردی و مثلا در واقع شما دیسیپلین‌های مختلفی توی تیمتون وجود داره، هم چند لایه این مهندس فضای سبز به کار اون تیم خواهد اومد و جزئی از اون پروسه خواهد بود. نیست که آخرش که می‌خوایم مثلا گیاه انتخاب کنیم یا آخرش که مثلا می‌خوایم وضعیت درناژ زمین و اینها رو بسنجیم وارد بشه. توی مرحله شناخت بستر حتما ممکنه که یک کارکردهایی داشته باشه خیلی مهم تو شناخت خاک، تو شناخت بستر، یعنی جزء تیم تحلیلی ما باشه، جزء تیم برداشت کننده باشه. توی اونجایی که ما داریم تدوین می‌کنیم تو لایه‌های اهداف و راهبردهامون به شکل کلان و بعد به خصوص تو سیاست‌ها میتونه جهت‌دهی بکنه، میگم به شرطی که تو شکل سیستم تفکر سیستمی وارد شده باشه و بعد خصوصا نقشش توی به عنوان بخشی از تیم طراحی و اجرا خب انکارناپذیر، یعنی هم به شکل مستقل اگه خودش واجد این قابلیت باشه و هم به شکل بخشی از یه تیم حتما یه تخصص در واقع به کار خواهد اومد. ممنونم. آقای فرزان پرسیدن از ارائه شما بسیار سپاسگزارم. همونطور که اشاره کردید این استراتژی در طول جنگ جهانی مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین فکر می‌کنم احتمالاً دستیابی به یک هدف در زمان کوتاه در گذشته خیلی ضروری بوده است. بنابراین سوال من عامل زمان عملاً کجاست در این مدل و چه نقشی دارد؟ این استراتژی نسبت به گذشته چگونه تغییر کرد؟ آیا این استراتژی در راستای اهداف کوتاه مدت است یا اهداف بلند مدت؟ ممنون. این سوال خیلی سوال خوبیه. ببین معمولاً اساساً برنامه‌ریزی به مفهوم بلند مدت خودش توی طراحی و این جاش کجاست؟ ما معمولاً با پروژه سر و کار داریم نه با پروسه، ولی بعضاً دیده میشه که خب ما داریم تو تفکر کلی برنامه‌ریزی ما افق‌های دور رو هم می‌بینیم. این موضوعی که اشاره کردم برنامه‌ریزی استراتژیک معمولاً دنبال اهداف کوتاه مدت بوده،
حتما راجع به عهد کوتاه مدت یه ضرورتی داشته، ولی اتفاقا بعضا راجع به گرفتن یه تصمیماتی بوده که تو کوتاه مدت به نتیجه برسن و یه تضمینی برای بلند مدت فراهم بکنن، مثل همین موقعیت‌های جنگی. یعنی جوری هم موفق باشن تو عملیات، هم موضعشون رو برای مدت طولانی حفظ بکنن یا با کمترین میزان هزینه به اونجا برسن. تو مسئله طراحی اتفاقا توی نمونه‌هایی که توی جهان وجود داره با استراتژیک پلنینگ پیش رفتن، افق‌هایی که دیدن یا بلند مدت بوده یا میان مدت. بلند مدت رو معمولاً میبرن و در لایه راهبردهای کلان متوقف میکنن. یعنی میگن ما یه استراتژیک پلنینگی ترسیم میکنیم، مثلا برای طرح توسعه دانشگاه MIT بوده، موردی که من باش مواجه بودم به سر همین پروژه دانشگاه شریف، که این تقریبا سال 2011 شروع میشه و وقتی که تدوین میشه و اینا از همون موقع افق طرح 2030 میبینن. 2030 تازه توسعه های فیزیکی و در واقع میدانیشون در واقع به نتیجه رسیده باشه، تازه فاز ایوالویشن اند مانیتورینگ هم اضافه میشه میمونه، یعنی فاز ارزیابی و نظارت. مسئله اینجاست که توی همچون پروژه‌ای یه دور تا مرحله اهداف و استراتژی ها پیش رفتن، برنامه‌ریزی و کلان با توجه به جهتگیری‌های دانشگاه، جهتگیری‌های علم مثلا تا 20 سال آینده دیدن و بعد منوط کردن که خب پروژه توی لایه‌های سیاست و اقدامات خودش حالا قرار تو افق‌های 5 ساله در واقع تدوین بشه. یعنی وقتی به اکشن پلان نزدیک میشه اینو خورد میکنن به در واقع اهداف کوتاه مدتی که دارن و با بازه‌های زمانی کوتاه مدت. اتفاقا وقتی که این شکلی نگاه بکنن به قضیه، همیشه حتی امکانی براشون وجود داره که برگردن حتی تو لایه راهبرد هم چیزای اصلاح بکنن. بعضن پروژه‌های راهبردی اینجوری نیستن که بگن خب ما به اهدافمون رسیدیم. منظورم تو بحث مقیاس طراحی و منظر و ایناست، نه منظور نظامی نیست. این تغییر تحولاتی که پیدا کردیم تو حوزه طراحی شهری اینا معمولا اینجوریه که اینجوری نیستن که بگن خب ما به این هدف رسیدیم تموم شد رفت. مثلا اگه قرار باشه یه شهری پیاده مدار باشه، اینکه چجوری این پروسه حفظ بشه، چجوری ازش در واقع حراست بشه، چجوری این توسعه پیدا کنه، چجوری شهرمون به واسطه این زیست محیطی‌تر، سبزتر بشه، هم نقل عمومی توسعه پیدا کنه. انگار که بعد از فاز اول اجرا که حالا حلقه‌های پیاده مداری اجرا شد، حالا یه سری سیاست‌های جدید تازه ران میشه، تازه یه سری سیاست‌های جدیدی که افق‌های بلندتری داره در واقع فعال میشه. در واقع این که یک طرح راهبردی خورد بشه تو نسبتش با زمان تو مرحله سیاست و اکشن پلان و مانیتورینگ، این خیلی متداوله. این که اکستند بشه خیلی متداوله. این که به واسطه انعطاف پذیر بودن طرح راهبردی بیاد و یه جاهایی تکمیل بشه، یه جاهایی اصلا به شکل بنیادین تحولایی پیدا کنه در دل زمان، اینم چیز متداوله. بخواد که خود ساختار این طرح به شما اجازه رو میده از اساس توی منطقه در واقع فکر کردنش. متشکرم. دوست عزیز دیگه پرسیدن که ارتباط برنامه‌ریزی راهبردی با سیستمی چیه و در مقابل برنامه‌ریزی راهبردی چه نوع برنامه‌ریزی؟ بسیار. ارتباط برنامه‌ریزی راهبردی با تفکر سیستمی یا نمیدونم برنامه‌ریزی سیستمیه، نمیدونم حالا کدوم بوده. در مورد تمام دوتاشو میگم. در مورد تفکر سیستم در واقع یه جوری لازم و ملزوم برنامه‌ریزی راهبردی. یعنی شما اینکه عادت بکنید به اینکه تمرین بکنید به اینکه بتونید مسائل رو در ارتباط با هم دیگه، شناخت یه عنصری به عنوان جزء عنصر بزرگتر، شناخت زیر سیستم ها، شناخت ارتباطات میان سیستمی، اینا ببینید حتی تو شکل زندگی و تفکر روزمره. این تمرین خیلی وقتا تو شکل تصمیم گیری های روزمره وجود داره. خیلی کمک میکنه که توی برنامه‌ریزی هایی که مثلا دارید شما یه پروژه رو برنامه‌ریزی میکنید، چجوری در واقع بتونید استراتژی ها رو بچینید، چجوری نسبت اینها رو با هم دیگه ببینید، چجوری وقتی دارید میشناسید بستر رو، دارید سایت رو میشناسید، چجوری تشخیص بدید که این زیر سیستم در واقع چه سیستم بزرگتری، نقشش در شهر چیه. در واقع تو تشخیص نقش ها و شکل تصمیم گیری ها به شما کمک میکنه. ارتباطش با برنامه‌ریزی سیستمی چه؟ برنامه‌ریزی سیستمی در واقع اون چیزی که اول مطرح شد تا اونجایی که من میدونم، من از زاویه برنامه‌ریزی شهری مثلا وارد نمیشم چون تخصص کافی ندارم. اون چیزی که ابتداءً مطرح شد در واقع ورود ایده نظریه سیستم ها مسئله برنامه‌ریزی و بعد مسئله برنامه‌ریزی شهری بود. یعنی ما خارج بشیم از اون منطقه دیستریکت بندی، زون بندی مدرنیستی که زون کار، زون نمیدونم فعالیت، زون سکونت و شهرها با یه چالش‌های اساسی روبرو می‌کرد و اینها رو در واقع شهرهای عموما مختلط و در ارتباط با هم دیگه در مقیاس‌های متفاوت ببینیم. یعنی اصلا زاویه نگاه کردن به مسئله عوض شد. بعدتر وقتی که برنامه‌ریزی راهبردی اومد، انگار که
ضعف‌هایی که این نگرش راف و خام سیستمی اولیه داشت، نگرش سیستمی خودش بعدا خیلی تغییر و تحول پیدا کرد توی برنامه‌ریزی برای شهر. وقتی برنامه‌ریزی راهبردی برای اولین بار وارد شد، اینا رو انگار اومد لول بندی کرد، شکل سیستمی برخورد کردن با شهر، یعنی لایه‌ها رو جدا کرد، کجا این نگرش سیستمی داره درد شناخت می‌خوره، کجا تو طراحی، کجا توی مانیتورینگ، کجا توی استراتژی، یعنی انگار اومد یه دور اینو در واقع تکمیل کرد. اینکه در مقابل چه چیزی قرار میگیره، میگم من تو بحثام اولش بود، خیلی وقتا این شکل ما فکر می‌کنیم که یه چیزی در مقابل یه چیز دیگه، یعنی یک شکل کامپتیشن می‌بینیم، توی شکل تطور یا تکمیل واقعی اون نگاه یا اون شکل برنامه‌ریزی شکل فکری نیست، خیلی وقتا تکاملیه، یعنی میان یه انتقادایی رو در حین اجرا، در حین به کار بستن مطرح میکنن، تکمیل میکنن و از دلش مثلا یه شیوه جدیدی در شاید بشه گفت اون چیزی که توی ایران الان در مقابل این موجود داره، اونم به خاطر اینکه به کار برده میشه مسئله طرح جامع و نظریه دادن نظر قطعی دادن راجع به شهر. خیلی جا تو شهرهای ما مسئله با ایجاد یه سری مقیاس شهری، مسئله با صدور طرح‌های راهبردی که به شکل موضوعی یا موضعی دارن یه مسئله رو توی مقیاسی دنبال میکنن، خیلی اکتیوتر، بهتر و اصطلاحاً دموکراتیک‌تر پیش میره، یعنی عاملیت رو میبخشه به همون بحث ایجنت‌های عامل‌های اجتماعی اقتصادی که وجود دارن، به نسبت اینکه ما یه طرح‌های خیلی سفت و سخت جامعی داریم که تا مقیاس پلاک، تا مقیاس جزئیات پلاک هم توش حرف زده شده، ولی اینقدر قابل تخطیه که عملاً خرید و فروش میشه طرح. توی ایران میشه گفت که شاید شکل منطق برنامه‌ریزی راهبردی در مقابل این برنامه‌ریزی طرح جامع باشه، اونم بخاطر اینکه توی عمل تقریبا هم چیزی انگار تو تجربه‌ای که حتی توی پروژه مختلف داشتیم یا حتی بقیه دوستان و مهندسای معمار و طراحایی که حرفه‌ای وارد این حوزه شده بودن دیدن این مسئله رو که خیلی جاها منطق برنامه‌ریزی طرح جامع فقط داره در واقع خشک‌تر میکنه، امکان عمل رو در واقع بیشتر میگیره تو جاهایی که مشخصا با طرحی که جهتگیری توش واضحه و راهبردمنده خیلی راحت‌تر میشه پیش. ببخشید من خیلی هم میخوام کامل جواب بدم، طولانی میشه جوابم. خانم غلامی اگه سوال دیگه هست باز من خیلی متشکرم جناب مهندس. فکر می‌کنم که دیگه سوالی نباشه. مثل همیشه در آخر جلسه من بسیار تشکر میکنم از مهندس صابری عزیز. یه سوال اومده نسبت تفکر انتقادی با برنامه‌ریزی راهبردی. این هم خیلی سوال خوبی. اساسا میکنم که یعنی لازم و ملزوم همدیگه هستن. وقتی که شما تو لایه‌های مختلف این لازم و ملزوم همدیگه هست، شما اگه که تفکر انتقادی رو داشته باشید و وقتی که در مقام صدور یه پاسخ متناسب برای این موضوع برمیاد تفکر راهبردی رو هم داشته باشید، انگار که متوجه میشید که کجاها محل اثره. کسی که تفکر انتقادی داره و وارد طرح راهبردی میشه بسیار بسیار توی حوزه شناخت و تدوین استراتژی‌ها میتونه اکتیو و در واقع صحیح عمل بکنه، به خاطر اینکه اگه تفکر انتقادی درست توش پرورش یافته باشه محل اثر رو میفهمیم. ما وقتی داشتم راجع به پاورپوینت صحبت می‌کردیم راجع به محل اثرها خیلی لایه‌های موضوعات تاکید می‌کردیم یا وزن مسائل نسبت به هم دیگه. کسی که تفکر انتقادی داره در واقع تو لایه مدیریت برنامه‌ریزی شهری میفهمه که مدیریت یعنی هنر اولویت بندی‌ها، میفهمه که چرا باید اولویت‌ها نسبت به هم تغییر کنه، میفهمه که عامل این که اولویت‌ها نسبت به هم دیگه تعیین میشه توی شهر در واقع نقش اون عناصر شهری توی شهر هستن، چه نقشی دارن، هر بخش شهر، هر منطقه، هر اندام شهری چه نقشی داره و آیا متناسب باهاش تصمیم صحیحی شده یا نه. خیلی وقتا شما اگه توی همین چارچوب پارادایم فکری استراتژیک یا سیستمی فکر بکنید راجع به شهر، خیلی وقتا تفکر انتقادی رو هم خودتون پرورش بدید. یعنی شما راجع به شهر اینجوری فکر می‌کنید در مقابل یه طراح یا برنامه‌ریز یا مدیر شهری قرار گرفته یه تصمیم گرفته. وقتی شما فکر می‌کنید توی اون چارچوب و می‌بینید که خب این تصمیم، این اقدام، این قانون نمیخونه با این شرایط، متوجه میشید که چرا نمیخونه. خیلی وقتا شما رو کمک می‌کنه که توضیح بدید چرا این کار نمی‌کنه. مثل همون مثالی که زدم که شما سایتی که تا دیتیل عالی طراحی شده باشه پروژه توش، ولی پروژه جواب نمیده، یعنی متناسب نیست با موقعیت مصاحبه، در مقابل سایتی که تو کلیات درست موضع‌گیری کرده علی‌رغم که توی جزئیات طرحش جزئیات قوی نداره. اینجا همون جایی که دقیقاً تفکر انتقادی داره نقش بازی می‌کنه.
هم دیگه فکر میکنم آخریش بود این سوال. من تشکر میکنم از مهندس صابری عزیز بابت اینکه وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما قرار میدن و همینطور تشکر میکنم از شما عزیزان که حضور پیدا کردین. حالا من یه چیزی همیشه آخر برنامه که با مهندس صابری داریم میگم به رایگان وقتشون رو در اختیار قرار دادن. حالا خودشون احتمالاً در جریان یادشون میاد این مسئله رو، بچه‌ای که قدیمی‌تر بودن، به خاطر اینکه ما دقیقاً اولین بار که شروع کردیم، روز اولی که این فعالیت‌ها در واقع شروع کردیم انجام بدیم توی انجمن دانشگاه تهران، هنوز خیلی نوپا بودیم و چیزی مطرح نبود. ایشون به عنوان اولین مهمان اولین برنامه‌مون بودن و بی‌منت در واقع خیلی بهمون کمک کردن و گفتم دوباره یادی بکنم از اون خاطره که فیلم ضبط شده. همه اینو میگید من چیز میکنم، من شک کنم که بقیه یه چیزی میدید. فیلم ضبط شده 2 جلسه سینما منظر که با ایشون داشتیم هم در کانال یوتیوبمون بارگذاری شده که میتونید ببینید. حالا امیدواریم که باز هم در جلسات عادی در خدمت شما باشیم و این بار سعی میکنیم که دیگه به رایگان نباشه. قربان شما. ممنونم از همه عزیزانی که حضور پیدا کردید. امیدوارم که جلسه براتون مفید بوده باشه. مثل همیشه هم فیلم جلسه گرفته شده در کانال یوتیوب بارگذاری میشه و سپاسگزارم. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ممنون از شما.